پرتکرارترین تکنیک بازاریابی که تمام پیج‌های اینستاگرامی پرفروش از اون استفاده میکنه، تکنیک نشان دادن صف. حتما همه شما این ویدیوها رو در اینستاگرام دیدید. افرادی که برای خرید از یک فروشگاه صف بستن، یا این تکنیک را حتما در کمپین‌های فروش اینستاگرام دیدید. اساتیدی که مدام عکس پیامک‌های واریزی را به شما نشان میدهند. آنها میخواهند از این طریق شما را ترغیب کنند تا هر چه سریعتر دست به عمل بزنید. کلپورتر میگوید 50,000 تا فرانسوی هیچگاه نمیتوانند اشتباه کنند. این موضوع در واقع برای مشتریان شما هم کاملا صدق میکند. زمانی که مخاطب ببیند که چقدر شما در بین افراد دیگر محبوب هستید، نه تنها از تصمیم خود مطمئن میشود، بلکه حتی احساس میکند که اگر همین الان خرید نکند فرصت را از دست میدهد. پس صفی بسازید که دیگران برای پیوستن به آن صف به قدری احساس نیاز کنند که دیگر نتوانند صبر کنند. برای آشنایی با پشت پرده فروش همین الان پیج رو فالو کنید و منتظر ویدیوهای بعد باشید.